را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن. اگه درد دل دارید، اگر نیت بد داخل دلت هست، به من بگو. خدایا من همیشه وسواس ها میاد تو دلم، نیت های بد میاد تو دلم، خدایا کمکم کن، پاکش کن. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. درد دل تو به الله بگو، اون دوا دستشه، اون طبیبه. از الله اخلاص بطلب، توکل بر خدا بطلب، از الله شکر نعمتهای الله بطلب، نعمت خیرخواهی برای مسلمان را بطلب تا خدا دلت را مرکز هدایت قرار بدهد و درون و بیرونت همه از اون نیت خیر تو بدرخشاند. پیامبر عظیم الشأن اسلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. میگه انسان ها هر کدومشون چون معدن‌های طلا و نقره هستند. یک انسان خوب هدایت شده معدنی چون معدن طلاست. وقتی انسان هدایت می شود به صراط مستقیم، به راه خدا، یک پارچه منشأ خیر می شود وجودش. و از هر حرکتش یک خیر می روید، از دستش، از چشمش، از کلامش، از پاش، از قدمش، از قلمش، از درمش، از نگاهش، از نوازشش، از فکر و اندیشش، از نیتش، از تلاشش. یا علی چقدر صحابه رو تشویق میکرد، چقدر اونها رو دوست داشت، چقدر مواظبشون بود، احساس مسئولیت میکرد. انسانی که هدایت میشود نمیتوند هدایت برای خودش تنها بخواهد. سیستم هدایت کامل این که وقتی هدایت شدی از تاریکی بدت میآید، حتی در برادرت. اینطوری نیست که تو هدایت بشی بعد میگی مردم به جهنم، بذار همه تاریک باشن. کسی که درونش با نور ایمان روشن شد تحمل تاریکی در برادرش ندارد. اونهایی که میگن ما خودمون سیریم، ما خودمون که کاملیم، ما خودمون که مشکلی نداریم، جامعه به جهنم، اونها هدایت کامل نشدن حتی اگر در نماز صبح شرکت میکنه. اونهایی که کاری به خیر و شر جامعه ندارن، اگر پیشونیش تو نماز صبح هم به زمین میمانه در نماز صبح که نفاق نیست، اون هدایت کامل نشده. هدایت کامل این که دو صفت امر به معروف و نهی از منکر را در انسان ایجاد بکنه. هر کسی بعد از هدایت شدنش در خودش حس خیرخواهی و حس بیداری برای امت اسلامی احساس کرد و این دو صفت درش تحقق پیدا کرد، امر به معروف و نهی از منکر، برای جامعه حرکت کرد، اون بداند که هدایت کامل شده. الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. آدم خیلی دردش میگیره. مثال بزنم، دشمنان اسلام و کفار برای بچه های مسلمان برنامه دارن، اما مسلمان برای بچه های مسلمان خودش برنامه نداره. چقدر دردآوره که کفار برای پر کردن اوقات فراغت بچه های ما و منحرف کردن بچه های ما هم هزینه مالی میکنن، هم وقت میذارن، هم دنیا رو همه بسیج کردن که برای بچه مسلمان برنامه داشته باشن که منحرفش بکنن. اما ما خودمون با اون همه امکاناتمون برنامه برای بچه های مسلمانمون نداریم.
خدا خوشش میاد، راضی میشه از ما که دشمنان خدا برای دوستان خدا برنامه دشمنی پیاده بکنن و هزینه بکنن. یکی از دوستان از هرات افغانستان آمده بود. هرات یک شهر مرزیه با ما، نزدیک مشهده، شاید 2 ساعت بیشتر از مشهد که اونجا راه نیست. میگفت که در هرات فقط، نه در کل افغانستان، در هرات بعد از اینکه آمریکا وارد هرات شد، وارد افغانستان شد و هرات هم تسلیم شد، بیش از 130 مؤسسه فقط صلیبی مسیحی اونجا دارن کار میکنن، برای بچه های مسلمان برنامه دارن، برای زن مسلمان برنامه دارن، برای تاجر مسلمان برنامه دارن، برای فقیر مسلمان برنامه دارن، برای پدر و مادر بچه مسلمان برنامه دارن، برای دخترها و جواناشون برنامه دارن. 130 مؤسسه صلیبی ریختن تو هرات که دینشون و عقیدهشون و فکرشون و اخلاقشون رو منحرف بکنن، در قالب نمیدونم صلیب سرخ و در قالب مؤسسات حقوق بشر و در قالب بیمارستان ها و پرستار ها و در قالب کلیسا نمیان. مسلمان میدونه که اگر کلیسا آوردن تو این مسیحیه، میاد دارو میده، دکتر میاره، دوا میده، گونه آرد و بهین توزیع میکنه، الحلیب تحت الصلیب، شیر میده، قوطی شیر به بچه ها میده، اسباب بازی به بچه ها میده. یک قدم به عقب به خاطر 2 قدم به جلو. در هراتی بیش نیست 130 مؤسسه صلیبی. مسلمان ها کجا؟ چقدر پول پشت این قضیه است، به گونی دارن دلار توزیع میکنن، هزینه میکنن و به ما میگن که در 2 ماه تابستان 5000 تومان کمک مکتب خانه بکن، یک کلیری برای بچه‌هات بخریم. حالا حقوق ملا بماند، حقوق اون طلبه مسکینی که میخواد بچه‌های ما رو آموزش بدهد بماند، ولی برای کلاس کامپیوتر و کلاس زبان و کلاس نقاشی حاضرین 10,000 تومان 20,000 تومان هم چه پرداخت بکنین. برای کلاس دین و اخلاق که میرسین، ملاها دیگه دارن برای کلاس قرآن هم پول میگیرن. بچه هاتون رو نفرستید. چقدر ما وارونه فکر میکنیم. اگر کسی به شما بگه 2 ماه تیر و مرداد بچه تو رو مؤمن میکنم، عالم میکنم، قرآن خوان میکنم، سیرت پیامبر بهش درس میدم، آداب اسلامی یادش میدم، نظافت و بهداشت یادش میدم، اول تیر بیار آخر مرداد تحویل بگیر، 200,000 تومان خرج بشه، حاضرت بدید؟ بچه مؤمن بار روز قیامت دست بابای گناهکارش میگیره. بچه مؤمن و حافظ قرآن و عالم در خانوادهش شفاعت نمیکنه. روز قیامت تو ترازوی پدر و مادرش نیست. بچه اگر در خانه حافظ قرآن باشه، عالم به الفاظ قرآن باشه، به تفسیر باشه، پایبند اعمال اسلامی بشه، 2 تا تاج میذارن از تاج بهشتی رو سر پدر و مادرشون. کسی 200,000 تومان در 2 ماه از ما میگیره، بچه ما رو مؤمن و قرآن خوان و عالم و پاک و خوب تحویلمون بده. ولی اگر این کار نکردیم، ما میگیم 5,000 تومان بدید. شاید خیلی ها نداشته باشن 5,000 تومان، 5 تا بچه داره، 5 تا 5 تا میشه 25 تا. آقا سید، اگر تو خانواده 5 تا بچه دارن، شما مال 2 نفرشون بگیرید، 3 نفرشون خودتون بدید. یعنی تو این جمع 4 تا تاجر نیست که مال 50 تا بچه یتیم و فقیر که شهریه نداره پرداخت بکنه برای تعلیم کلاس قرآن، تحمل بکنه و روز قیامت تو پروندهش باشه. چند شب پیش در خمیر بودیم، یه خیری آمده بود 15 تا داماد فقیر رو تقبل کرده بود که دامادشون بکنه، کمکشون بکنه که زن بگیرن. یه جهنمی رو خاموش کرده یا نکرده؟ 30 تا جوان، 15 تا پسر، 15 تا دختر سب لب پرگاه جهنم بود. آتش شهوت میخواست اونها رو بخوره، ببله. یه خیری دید که اینا دارن میسوزن،
زن حلال 30 میلیون تومان پول میخواد. آمد گفت که من هزینه جشن عروسی هر 15 تا با کت و شلوارشون برای هر کدوم کولر و یخچال و فلان و فرش و فلانش هم تحمل میکنم. 30 تا جوان رو نجات داد، 15 تا دختر، 15 تا پسر. ببین پیامبر چی میگه درباره کسی که آتش شهوت رو خاموش بکنه و بوستان عفت رو برپا بکنه. یک جوان مؤمن داماد کردن یعنی یک درخت رو، نهاری رو کاشتن، یک بوستانی رو آباد کردن، یک باغی رو در یک جامعه برافراشته کردن، چمن و گل و گلزار ایجاد کردن. عفت نمیتونه تعبیر دیگر داشته باشه مگر اینکه یک بوستانه. وقتی جوانا به عفت برسن یعنی یک پارچه گل خواهند شد. پیامبر درباره ازدواج چی میگه؟ میگه هرچی آمار متأهلین ببره بالا و آمار مجردا بیاد پایین در جامعه اسلامی، آمار جرم و جنایت و گناه میاد پایین. اونهایی که ولگردن اکثرا مجردن، اونهایی که سوار موتورن دنبال ناموس مردم اکثرا متأهلین میرن بیشتر. آمار دزدا، آمار راهزنا، آمار اشرار، آمار معتادا، آمار فلان، آمار بیبندوبارا، آمار لاتا و هیپیها و توچا اکثرا مجردینن که نمیدونن این فراغ چطوری پر بکنن. میگه هرچی آمار متأهلین بره بالا، آمار جرم و جنایت میاد کم میشه. یک نفر میاد با پولی که خدا داده، پولم زیاده، میاد 15 نفر یک جا دعوت میکنه. روز قیامت خداوند این 30 تا جوان رو به عنوان تشکر از این بندش خدا میذاره تو ترازوی حسناتش. بده اگر خدا پولت داده تو پرونده خودت 100 تا عالم بخرید. تو گزیر چند نفر میخواد بره دانشگاه؟ پول نداره. یک تاجر از خود گزیره ها بلند بشه من هزینه هاشون رو پرداخت میکنم. چند تا داماد میخوان، الان سنشون به دامادی رسیده، تجاوز کرده، تو سوال ازشون کردی الان 25 سالتون چرا زن نمیگیری؟ تو جوابت بده آقا سید چیزی نیست، با ماه 100,000 تومان که نمیشه داماد شو. خب نمیشه داماد شو یعنی چی؟ یعنی عفتش در خطره. آقا سعید که امام جمعه است، شورای محترم، تجار خیرین باید به وحشت بیفتن. جوانی میخواد داماد بشه، پول نداره، عفتش در خطر افتاده، شرم و حیاش، ناموسش در خطر افتاده. ما به همین راحتی